من امشب دلم گرفته است حتی اگه دنیا رو بزنی به اسمم. این همه فهمیدم بعد دیرم درگیر قلبای زخمی و زنگیدم. قبلا و همه میترسیدم اما حالا دارم از آدم در میرم. همه چی دارم برام عادت میشن الان فقط با پیاده روی راحت میشم. همه ما زندانی هستیم و همیشه تو حرفای احساسی غرقیم. همیشه میگرفتیم و دلداری گرمی و این حرفا باعث میشد احساسی ترشیم. این چیزا به ما باخت میداد فقط و عصبانی میشدیم و داد بیداد همش. تو چه دنیای ساختی باز ازم. من درگیر عادی ساختنم و بیشتر از این ندارم هدیه بدم بهتر ایده‌ای بهت بدم. ایده تلخه این اون نامه هایی که رسیده به دستت نخوندیشون و همشون مجال زیر تختت. ورقای خالی برام دلشون تنگه ناراحت خدایی که دلشون کرده. وقتی واشه میسازیم و همه دلمون گرمه هر چی تو مغزت بده بهمون رکش. میبینی که زمین داره بالا میاره آسمونم سر رسیده پاسیابش. اما یه حس درونم میگه کارا زیاده ما میرسیم و مسیرمون ما میادش. اگه دنیا تموم بشه راه نمیمیره اسرایی تو دستاش ناز نمیگیره. خونه خدا با گردباد نمیشینه. من اینا رو میگم و کسی این آدم اومده چی داره میشه که یه اتوبان تو اتاقش پیاده میره. همه روزش سیاسفیده هیچ جا نمیتونه زیاد بشینه میذاره میره فقط یه جوری طی